آیا الله تبارک و تعالی برای رهبریت امت پیغمبر روان نکرد؟ راه ازور اطاعت ازور سر ما لازم و واجب نگردانیده؟ کدام طرف روان هستیم؟ ما چرا بگوییم که حالی ما نمیفهمیم کجا بریم؟ تو یک دفعه طول کن. یک دکتر متخصصه به هزاران سوال پیدا کردی تا که مرضی تا پیش از او بردی و علاجش کردی. او را به الله معلوم که او متخصص مرضی تا تشخیص میتونه یا نمیتونه. به خاطر که تندرستی جسمت حاصل شوه. آیا به مرض علمت، به مرض دینت، به مرض آخرتت گاه پشت تخصص نگشتی؟ گاهی نرفتی که کتاب الله را کی میدانه؟ پالوی از او باید زانو بزنم. حدیث پیغمبر کی میدانه؟ باید پالوی از او مزانو بزنم. حکایات دروغینه، خیالات دروغینه، خوابهای واهی و خود ساخته را گوش کرده رایستی و میگی کمال در اینجا است، راهیابی در اینجا است. ای مسلمان، یک روز خواه رفتن نیستی و الله در این مورد از پیشت سوال میکنه که کتاب ما برای چی بود؟ حدیث پیغمبر ما برای چی بود؟ تو کجا بودی؟ کدام طرف روان بودی؟ امروز چرا ما در دوراهی ها قرار گرفتیم؟ میگیم ما راه را گم کردیم. یک ملا یک چیز میگه، دیگه ملا دیگه چیز میگه. جناب ملا را طول کو، اول ملا بودنش ثابت کو. شهادت نامه دار از ملا بودن یا نه؟ یا محض تو دکتری که فقط چپنی سفید پوشیده و بیچاره یک پیچکاری کده نمیتونه پیش از او مراجعه میکنی؟ اول خود تو طول کو، معلومات بکو در کجا درس خوانده، چقدر درس خوانده. بعد از او اگر ملا هم است، اگر دکتر هم است، از او که در علالم بر دکتر نیست. اگر تو را مرض اپندکس باشی و برات بگویه که خیر است دوا بخو عملیات نکو، گاهی قبول نمی کنی. چرا با چشم سر میبینی که نه میکفی؟ قبول نمی کنی گپیشه ولو که او دکتری خیلی لایق و مشهور است. چرا که خلاف آن چیزی که مشاهده میکنی و عقلت حکم میکنه، خلاف از او برات نسخه داده و فرمایش میده. اما در مورد هر کسی که در مورد دین برات میگه روان هستی؟ اگر برات میگه که قبر طواف بکو، تو روان هستی؟ اگر برات میگه که خاک شفا است، تو روان هستی؟ این عقل سلیم الله برای تو برای چی داده بود؟ چرا این استعمال نمی کردی؟ اگر این طور بود باید قبر پیغمبر علیه السلام تا امروزه 1,000,000 مرتبه خاکش انداخته میشد و بعد از او کلش تقسیم میشد سر کل ملت ها. چقدر دوای آسان بود. از وجود پیغمبر که اشرفترین وجود دیگه در انسان ها نیست. است باز خود شفاخانه ها ضرورت نبود، باز خود دکترها طب خواندن اینقدر محنت کشیدن ضرورت نبود. قبر پیغمبر و صحابه را فقط خاک از هر طرف می آورد قطع بلدوزرها اونجا مینداخت و پس به مردم توزیع میشد، کلگی شفا میافت. الله کاش که اینقدر عقل برات میداد. چرا تو فکر نمی کنی؟ ما رب خدا پرستش میکنیم و یا بر ما میگه زمانی که ذکر میکنی چری مرا در نظر بگی. عجیب گپ است. تعجب نیست این عقل کدام طرف است؟ مالک ابن انس رضی الله عنه در حدیث دیگه میفرماید، این حدیث هم میخوانم، فیصله قطعی است. او میفرماید از بلاغات امام مالک رحمت الله علیه است. او چطور میفرماید؟ پیغمبر علیه السلام فرمود ترکتم فیکم امرین. پیغمبر علیه السلام میفرماید ما گذاشتم در بینتان دو چیزه، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، هرگز گمراه نمیشه تا مادامی که تمسک و چنگ به این دو زده باشه، کتاب الله و سنتی. یکی کتاب الله و دیگه طریقه و روش ما. احکام کتاب الله بیان میکنه، عقاید کتاب الله بیان میکنه، تطبیق عملیش محمد رسول الله بر ما نشان میده. پیغمبر میگه، این حدیث پیغمبر است. در یک حدیث دیگه ترکتم فیکم شیئین آمده، در او روایت اضافگی آمده در آخرش ولی یتفرقا. این دو قرآن و حدیث با هم جدا نمیشه حتی یردا علی الحوزه، تا ای که در سر حوز
پیش ما بیایم این حدیث و قرآن با هم جدا نمیشه. اگر کسی تنها قرآن قبول کنه حدیث قبول نکنه او هم زندیق است، او هم راه حق پیدا کرده نمیتونه. اگر کسی تنها حدیث قبول کنه قرآن قبول نکنه او هم زندیق است. این هر دو با هم متلازمین است، یکی شرح دیگه است. از امو خاطر فهم قرآن توسط فهم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه. از اینکه در فتوای صریح دیگه کجاست؟ تمسک چی را میگه؟ چنگ زدن، چنگ بزنیم. قرآن هم ما را میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی که به کتاب الله چنگ میزنه، ما را دعوت داد الله تبارک و تعالی به اعتصام به کتاب الله و اینجا پیغمبر علیه السلام دو چیز برای ما میگه چنگ بزنی. چه رقم چنگ بزنی؟ کتابی که نوشته شده ایره در بغل بگیریم، امیر چنگ زدن میگه. ما خو امی قدرم نکردیم، اگر چی چنگ زدن هم نیست. نه قرآن در بغل گرفتیم و نه حدیث پیغمبره. در بغل ما افتیکل گرفتیم، در بغل دلائل الخیرات گرفتیم، در بغل درخانه شیرینی را گرفتیم، در بغل نجمای شیرازی را گرفتیم، در بغل حافظ شیرازی را گرفتیم، در بغل حزب البحر و قصیده برده و یاسین مغربی را گرفتیم. برای خانه های مسلمان ها از این کتاب ها پر است. سیرت رسول الله در خانه مسلمان ها موجود نیست، تفسیر موجود نیست، فتاوای دین موجود نیست، حدیث موجود نیست. ادناترین کتاب حدیث که در مورد احکام معلومات پیدا بکنیم ما در خانه نداریم. ما نمو مسلمان هستیم که اعتصام به کتاب الله و سنت رسول الله زدیم. ما همی طورم نکردیم که همی کتاب قط ما باشه. مطالعه از او، تعلیمی از او، عمل به از او را خو بگذار. او خو خیلی در مسافه دور و بعید قرار داره که ما برش رسیدگی نتانستیم. امروز اگر یک تعداد برادرانی که الله در عمرشان برکت پرته مردم به این طرف دعوت میده، ای دشمنای اسلام، ای مردمایی که سالا مردم گول زدن، مال و ملکتشان خوردن و بر از قرآن حدیث پیغمبر حرف نگفتند، امروز همچو مردم را تاپا میزنه، همچو مردم را اتهام میکنن، گپایی را برش منصوب میکنه که هیچ حقیقت نداره. چرا؟ الله خو بر ما عقل داده، باید بدانیم تمسک بکنیم به کتاب الله و سنت رسول الله. پیغمبر علیه السلام بر ما گفته، چرا تمسک نمی کنیم؟ چرا چنگ نمیزنیم به کتاب الله و به سنت رسول الله؟ ما آگاهی نداریم، ما معلومات نداریم، حتی از این معلومات نداریم که ما دین خود از کجا بشناسیم. بار بار این موضوع را ما تکرار کردم، باز تکرار میکنم. ای مردم مسلمان، ملایتان با کم بگیره، یک روز برش بگو که کتاب حدیث داری یا نه. در مورد صف بندی که در نماز پیغمبر صف چه قسم جور کرده، اما حدیث موجود است در کتاب یا نه؟ پیغمبر در این مورد هدایت داده یا نه؟ برش بگو پایین کنه. ما بار بار گفتیم شما باور به الله بکنه، اگر حدیث پیغمبر در پیش مردم خوانده شد، آن چیزی که در مورد نماز است، بعد از وزن نماز خودت برات معلوم میشه که تعالی را نماز به طریقه پیغمبر میخوندی یا خلاف طریقه پیغمبر میخوندی. بعد از برات واضح میشه. بعد از باز ارمان بکو که یا لیتنی نتبعت مع الرسول سبیلا، ای الله کاش که امرای پیغمبر را انتخاب میکردم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانی را دوستی خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، و مرا خطا داد، گمراه کرد از قرآن، و مرا خطا کرد. بعد از جاءنی، پس از اینکه او ذکر برام آمده بود، قرآن آمده بود، مرا نمیگذاشت که ترجمه قرآن بکنم، مرا میگفت در اونجا در ترجمه قرآن نرو که گمراه میشی. قرآن کتاب گمراهی نعوذ بالله و نموت میکرد برای ما. این عقل تو کجا بود؟ يا محمد